تشکیلات عسکری از روی معاهده‌ای که حکومت بخارا با دولت مستبد امپراتوری روس داشت، بخارا برای تأمین آسایش داخلی می توانست تا 12,000 عسکر ترتیب داده نگاه دارد. در اولهای حکومت عبدالاحد، عسکر نظامی حکومت بخارا عبارت از 5-6 هزار نفر بوده، همگی به دو قسم تقسیم شده بودند. یکی را دنبالپر و دیگری را سه‌شنبگی می گفتند. اینها اولا 14 تنگه، بعد از آن 20 تنگه ماهیانه می گرفتند. این سربازها در اداره و قماندان چند نفر سرکرده تقسیم شدگی تابع امر توپچی باشی بودند. توپچی باشی یعنی وزیر لشکر، ناظر حربی. عبدالاحد در نصف آخر ایام حکومت خود امردبازی را به یک شکل رسمی درآورد تا که این بهانه از نظر تعقیب و تفتیش خلایق خود را نگاه داشته باشد. بنابراین دو دسته سرباز سواره که یکی را ترسکی و دیگری را قوانسکی نام نهاده بود تشکیل کرده بچه‌های امرد را از اطراف به زور و ظلم و به پول یافته جمع میکرد. یک قسمشان را به خدمت اطراف خود نگاه داشته، بقیه را به ترسکی میسپارید، چون آنها کلان میشدند و از لیاقت صحبت خاص محروم میگردیدند. آنها را از ترسکی به قوانسکی میگذرانید و جای آنها بچه‌های تازه جمع میکرد. عالم خان بعد از آن که امیر شد، به مضمون این که چرا فرزند قابل از پدر 10 سر کم باشد، یک دسته عسکری سواره دیگر تشکیل داده، شفسکی نام نهاده. همه اطراف این فرقه عسکری بچه‌های برهنه‌روی و خردسال بودند. لباس‌های رنگارنگ پوشیده برای این که نظر شوهت عالم خان منحوس را جلب نمایند، خود را به 1000 گونه آرایش می‌دادند. از بس که این دسته عسکری هم از بچه‌های برهنه‌روی تشکیل یافته بودند، امیر آنها را دسته گل نام نهاده بود و رئیس این فرقه عسکری را همدم نام داشت. همدم گلباز می‌گفتند. وظیفه همدم گلباز که رسما رئیس این فرقه عسکری شناخته می‌شد، همین بود که هر شب چندی از این بچگان را آرایش داده و بزم خاص عالم خان بفرستد. بعد از واقعه کولسف، آنها که به اطراف عالم خان جمع بودند می‌دیدند که تشویقات انقلابی در میان مهنتکشان و دهقانان بخارا پیش می‌رود. بنابراین هرچی می‌توانستند عالم خان را به جمع عسکر وادار نمودند. از جماعه عرب‌ها فوج را جمع کرده به عنوان عربچه یک فرقه عسکری سواره ترتیب داد و یک فرقه عسکری پیاده دیگری به عنوان ترک تشکیل کرده آنها را نیز به اداره ابراهیمچه سپارید و دوستهای مشهور را که در زندان بودند آزاد کرده اسب و یراق داده نام آنها را شیربچه گذاشت. اینها نیز در لباس نظامی یک دسته سواره محسوب می شدند. غیر از اینها جمع از بربری ها و فقرایان افغانستان که در بخارا مشغول انواع کسب و کار بودند، عالم خان از روی مشورت دولت خانش آنها را نیز جمع کرده لباس و یراق داده در قطار عسکرهای خود درآورد. افغانستانی ها که چند گاهی به صفت عسکری در رکاب امیر دوام نمودند، بی‌مزگی کار و بی‌معنیگی های دربار را زود فهمیده گرفتند و آغاز سرکشی نمودند. هیچ کدام آنها نه امیر را نه وزیر را به یک فلوس نمی گرفتند. و اهل دربار و نسبت به خود امیر نیز تعدی های سخت می کردند. بچه‌هایی را که خدمتگاران امیر برای شب خاص آرایش داده می بردند، آنها از راه زده گرفته خودشان بزم می کردند. آنها که مزاج فساد پیشه عالم خان را می دانند و خوبی می فهمند که از این سخت‌تر حرکت نسبت به او متصور نیست. حقیقتا هم عالم خان از حرکت آنها به جان آمده بود، لیکن چاره نمی یافت. میخواست که عسکرهای بربری و افغانستانی را از عسکری آزاد نموده خودش را خاطر جمع نماید، لیکن این کار ممکن نبود. تمام عسکرهای سواره و پیاده و تمام خدمتگاران دربار او از اینکه یراقهای این 200-300 نفر بربری را گرفته آزاد کنند تماما عاجز بودند. لا علاج عالم خان به ثواب دید اهل دربار و وکیل‌های حکومت شورایی که در کاگان بودند مراجعت نموده در این باره از آنها یاری خواست. وکلای دولت شورایی محضاً از روی آل همتی در این مسئله مداخله کردند و عسکرهای بربری و افغانستانی را به کاگان جمع آورده یراق همه‌شان را گرفته و حکومت امیر سپاریدند و خود آنها را از حدود گذرانیده ماندند.
در ایام آخر مقدار عسکر عالم خان از 20,000 گذشته بود، لیکن همین یک واقعه بربری ها حقیقت و ماهیت و قیمت حربی این 20,000 عسکر را به ما نشان میداد. عالم خان در اول های کار به امردان اسب سوار که عسکرهای خاصه او بودند اعتماد تمامی داشت، لیکن به اندک وقت تشویقات انقلابی در میان آنها تأثیر خود را نشان داد. آنها که ذاتاً از حرکت فاسقانه عالم خان تنگ شده بودند، در میان خودشان مجلس های مخفی کردند و با ضد امیر مشورت ها پختند. حتی قرار دادند که علنا عصیان نموده برآیند و خودشان را به خاک حکومت شورایی بگیرند. لیکن این فکر آنها به دربار معلوم شد. امیر بعضی از آنها را گرفته به جزا رسانید، چندی از آنها گریخته خودشان را به تاشکند رسانیدند. امیر که از عسکرهای خاصه اعتمادش سود شد و شاگردان مدرسه یراق داده آنها را به مشق عسکری وادار نمود. کوبکاریتازان را از اطراف جمع کرده یراق و منصب میداد. یکی از دوستان من که در آن وقت در بخارا بود این واقعه ها را با چشم خود تماشا کرده این حالت امیر و دربار او را به این طریقه تصویر می کند. امیر عسکری بسیار را به گرد خود جمع کرد، چند دسته و فوج ترتیب داده لباسهای آنها را به غایت آراسته کرد. فوج را به فرمه ترکی ساخته ترک نام نهاد و گروهی را از عربها گرفته عرب بچه مسما کرد. دزدان زندانی را برآورده آزاد کرده به مثل آنها چند قاچقان کوراغان را از تومنها و جایهای دیگر یافته شیر بچه نام کرد. امینها، آقسقالها و دهقانان اطراف و کوبکاریتازان را با اسبهایشان آورده به چهارباغها جای داد. از جنس خوردنی چی مقدار که خواهند مهیا کرد. اینها هر هفته چی قدر نان، گوشت و برنج و جای جمع کرده خورجینها را پر کرده به خانه هاشان میکشانیدند. یک هنگامه عجیبی سر شده بود. عسکری آنها با دیوان بیگی های امیر جنگ میکردند و مایان چرا کم میدهی به دیگران بسیار دادی گفته غوغا میبرداشتند. غیر از اینها هر قدر سییس، عرابکش و فراش که به دربار امیر و به در خانه مأمورهایش بود همه را هر روز عملها و منصبها میداد. یکی از ظریفان که از تومان وابکند بود روز سوار خر شده از بخارا عازم وابکند می شود. در راه به هر کس دچار می آید می بیند آن کس از امیر منصبی گرفته یرلیغ به سر خود خلانیده می رود. به درجه در تمام راه غیر از خودش دیگر آدمی بی یرلیغ و بی منصب را نمی بیند. طبیعت شوخش نمی گذارد، بی اختیار از خر خود می فراید، کاغذ ناصی را از کنار راه گرفته به سر خود می خلاند و ما هم قراول بیگی شدیم گفته به خر خود سوار می شود. دیگران از این کار او در غضب می شوند و او را به دربار امیر کشان آورده حبس می کنند.